سلام عزیزان، به کانال دانشکده ابتدایی ها خوش آمدید. حالتون خوبه؟ من امروز با یک هدیه ویژه اومدم کنار شما. بله درست حدس زدید، کتاب. بچه امروز درس ما در مورد کتاب خواندنه. کتاب خیلی نکات قشنگ مفیدی درش هست، دوست خوب ماست. یادتونه در شعرهای کلاس یا بزرگترها برای شما خوندن کتاب من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم، گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم. بله سخنهای زیادی میگه اما زبان نداره، ما رو به آگاهی میرسونه. درس امروز ما کتابخوانیه. خب اول بریم سراغ تصویرک های کتابمون. خواندن، خوابیدن، تخت خواب. دوباره تاکید میکنم اولیای بزرگوار، کسانی که این ویدیو رو میبینید، این کلمات کلیدی برای متن درس. دانش آموز باید هم بتونه خوب بخونه، خوب بشناسه و مفهوم کلمات رو بدونه. من خواهر خوبی دارم. خواهرم آزاده قبل از خواب برای من کتاب میخواند. من داستانهای شاهنامه را دوست دارم. ما همدیگر را دوست داریم. خا استثناء. یادتونه در ویدیو قبلی هم او استثناء داشتیم، حالا اینجا ما خا استثناء رو داریم. خب میبینم که منتظرید اینجا یه نمایشی از خا رو ببینید. منم با کمال اشتیاق میخوام این برنامه رو براتون اجرا کنم. خب دوستان، یه روزی در شهرک الفبا جشن خوبی برپا بود. قشنگ دست می زدن، بچه ها با هم خوشی و دلخوشی می کردن و به همدیگه تبریک می گفتن این جشن الفبا رو و صدای قشنگی می اومد. اما دو تا از دوستا هنوز نیومده بودن، آقای آ و خ هنوز نیومده بودن. خب بچه ها صدای خ رو که باش آشنا داریم. اومد در خونه آ. سلام آقای آ، میاییم بریم به جشن الفبا. تو شهرک صدا میاد، ببین داره صدا میاد. مبارک مبارک جشن شما مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک. بله آقای خ، دارم میشنوم. منم دارم لباسامو میپوشم تا با هم دیگه بریم. بچه ها آقای خ و آ داشتن قشنگ آرام میرفتن. یه دفعه یه جا صدایی رو شنیدن. آقای خ برگشت به آ گفت تا میشنوی؟ یه صدایی میاد. بله صدای گریه بود. بچه ها اومدن. آقای خ گفت آقای آ، از این خونه این صدا میاد، موافقی در رو بزنه ببینیم چه خبره؟ باشه. با هم دیگه مشورت کردن و که کارهای ما هم باید از روی مشورت باشه که شکست نمیخوریم اگه مشورت بکنیم. بله در رو زدن. چیه؟ من نمیام، چه خبره؟ بابا حالا در رو باز کن، چرا گریه میکنی؟ نه شما من نمیبرید. بچه ها در رو باز کردن، دیدم بله این صدا رو میشناسین. بچه ها مطمئنم میشناسین. یه جا صدای او بود مثل توت سوت، یه جا صدای او بود مثل اردک اتاق خونه مادر بزرگ. بله یه جا صدای و بود و مثل ورزش ورزشکار. یه جا هم صدای او استثناء بود. بله خروس خوش آواز. بعد گفتم خب چرا حالا گریه میکنی؟ هیچ کس منو نمیبره جشن. خب دلیلشون چیه؟ میگن که خیلی شما سر صدا میکنی، اصلا معلوم نیست چه نشانه ای هستی. یه جا صدای او میدی، یه جا صدای او میدی، یه جا صدای او استثناء هستی، یه جا صدای و میدی. آقای خ و آ یه نگاهی به هم دیگه کردن، گفتن بله دیگه، خب اونا هم حق دارن، شما خیلی داری شلوغی میکنی. با هم دوباره بچه ها مشورت کردن، اومدن به این نشانی جدید گفتن ما با یه شرط تو رو میبریم. چه شرطی؟ چه شرطی؟ گفت ما تو رو با خودمون میبریم به شرطی که پیش ما باشی
پیش ما باشی اما صدایی از خودت در نیاری، ساکت بشینی سر جای. این نشانه جدید ما یه فکری کرد و گفت باشه چون جشنه نمیخوام از جشن عقب بمونم با شما میام. بچه ها اومد و نشست، همه خیر و آرامی دیدن. دیگه نمیدونستن یه مهمونم وسطه اما صداش در نمیاد. بخونید بازم بخونید بچه ها این نشانم استثناست. استثنا بهش میگن. دیدید اونجا او رو میخواستیم بگیم او استثنا یعنی قانون خاصی نداره. اگه ما بخوایم بنویسیم باید همینجوری بنویسیم بچه ها. ولی خب اومدیم یه مهمون ویژه هم داریم، اونم وسط جا دادیم که صداش در نمیاد. نوشته میشه اما خوانده نمیشه. صدای استثنا. خب عزیزان حالا میبینم که منتظرید که شعر این نشانه استثنا رو هم دوباره با هم بخونیم. بازم شکر خدا رو من در کلاس بودم، با فارسی بخوانیم من در تماس بودم. خوشحالم ای خداوند نشانه شناختم، با این نشانه خوب کلمات خوبی ساختم. نشانه جدیدم شکل قشنگی داره، همیشه با میاد اما استثنا داره. نشانه جدید شکل قشنگی داره، همیشه با میاد اما استثنا داره. خب عزیزان حالا بریم نگارش درس استثنا رو با هم دیگه تمرین کنیم و بنویسیم. اولین کلمه خواهره. رو قبلا یاد گرفتیم و حلقه استثنا خواهر. خب کلمه بعدی خوابه. بازم استثنا داره بچه ها. خواب. چرخش مداد روی خط خیلی تاثیر داره به زیبایی خط ما. میبینید که من رو مثل همون نگاره که اولش نشانه ها رو با هم دیگه میخونیم پشت ماهی بود. بله پشت ماهی کوچیکی مینویسیم، حلقه استثنا و بو که جای خودشو داره. خوابید بچه دوباره استثنا داره. خوابید. خب کلمه خوابید رو یه بار دیگه می‌نویسم. خب آفرین به دوستانی که همیشه ویدیوهای ما رو میبینن و لایک میکنن. ببینید من گفتم اول باید اسکلت کلمه رو بنویسیم بعد نقطه هاشو میذاریم. عین اونایی که میخوان ساختمون بسازن اول اسکلت آهنیشو میزنن بعد ساختمون رو تکمیل میکنن. خب کلمه بعدی خواندن. استثنا خواندن. توجه کنید به اون چیزهایی که ما در ویدیوهای قبلی گفتیم. به هرچی بچسبه باید یه ذره بره بالاتر بعد بیاد روی خط. خیلی نشانه جالبی رو برای ما میگه. خط جالبی رو برای ما میتونه به ارمغان بیاره. میخواند. کاری که اکثر معلمان اینو میگن و استثنا میخواند. امیدوارم از دیدن این ویدیو هم بهره کافی رو برده باشید. ما رو در ویدیوهای بعدم دنبال کنید. به امید موفقیت همه شما.